نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. السلام علیکم. گروه کوری حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاون سروزیر مملکت سلیمان زیازاده از شهر باسانی پنجکند دیدن نموده با رفت کارها در ساحه کشاورزی، تأمین آب‌های پلیزی و استفاده ثمرناک زمین جهت تأمین امنیت آذوقه‌واری شناس کردید. در شرایط مرکب سیاسی و اقتصادی و اقلیمی منطقه و جهان، پیشروی معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان استفاده با ثمر هر قطعه زمین و در مجموع تامین امنیت غذایی را در مد اول گذاشتند. جهت سنجش این دستور و سپارش‌ها، گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان در هیئت معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده، وزیر کشاورزی مملکت قربان حکیمزاده و معاون رئیس ولایت سوخت ظریف میردادا از شهر پنجکند بازدید نموده با وضع ساحه کشاورزی از جمله استفاده زمین‌های کارم، پرورش زراعت، تامین میدان‌های کشت با آب پالیزی شناس شدند. در باغ نوبنیاد موضع دشت قوزه با پرورش نهال‌ها در کوپراتیوهای تجارتی توحید و گلبای جمال رفت برطرف نمودن عاقبت یرچ در پایگاه آبرسانی دشت قوزه شناس شده. معاون سروزیر مملکت دستور داد که برای پیشگیری لغزش منبعد تپه پس پایگاه آن از طریق برداشتن دیوار محافظتی مستحکم کرده شود. در ادامه سفر حالت کاری پایگاه آبکشی مرغدر مورد بازدید قرار گرفت. ضمناً حالا سطح آب دریای کشتود و کانال مرغدر نسبت به روزهای پیشین افزوده است و پایگاه منتظم زمین‌های کشت را با آب تامین می‌کند. همچنین به سهامداران خواجگی دهقانی تاجیکستان جهت همکاری و سهامگذاری برای تامین تجهیزات آبکشی سابق که با آن نزدیک به 40 هکتار زمین آبیاری می شود دستور داده شد. در همین جا هیئت کاری حکومت مملکت با استفاده زمین پرورش کارتوشکا باغ میوه در خواجگی‌های کشاورزی تاجیکستان و وارو شناس شده برای استفاده با ثمر زمین‌های نزد حوالگی بین قطارهای باغ و غنی گردانیدن میدان‌های کشت کارتوشکا با نوری‌های مدنی به کشاورزان مصلحت داده شد. معاون سروزیر مملکت به پرورش نهال‌ها، زراعت پالیزی در خواجگی دهقانی سامانیان جماعت دهاتی لایق شیرالی، کارتوشکا و پیاز در خواجگی‌های دهقانی نور و دشت ایشان جماعت دهاتی سوجینه بهای خوب داده تجربه بنیاد تاکزار هوازوی در خواجگی دهقانی بازار زیا شایسته و ارزنده پیروی دانسته شد. هیئت کاری مملکت با فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدود خیر و صفای در دایره سیاست اقتصادی حکومت مملکت به صاحبکاری اگراری مشغول است شناس شد. اطلاع داده شد که شرکت حالا در حدود جماعت‌های دهاتی لایق شیرالی و جماعت دهاتی رودکی با ساحلبندی دریای زرافشان به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های ساحلی، بنیاد باغ اینتنسیوی، آماده ساختن آببندهای بتونی، حفظ ماهی پروری در ساحل دریا مشغول است. در ساحل دریای زرافشان 50 هکتار زمین‌های نو به گردش کشاورزی وارد کرده شده است و حالا برای کشتی شغلی آمادگی گرفته می شود. همچنین شرکت زمین‌های غیر کشاورزی را در حدود جماعت دهاتی رودکی توسط پایگاه آبکشی آبیاری نموده. آنجا در میدان 5 هکتار باغ نوهای اینتنسیوی درختان گیلاس و سیب بنیاد نموده است و آن امسال به بر آمده است. آینده نزدیک میدان باغ با 50 هکتار رسانیده می شود. در دهه مرغدر 15 نفر در کارگاه شرکت اوید به آماده نمودن پایه‌های بتونی آبشکن برای ساحلبندی دریای زرافشان مشغول کار هستند و روزی تا 40 عدد چنین پایه‌ها را آماده می نمایند. آنها برای بنیاد حفظ ماهی پروری در ساحل دریای زرافشان نیز استفاده خواهند شد. همکاری‌های جمهوری تاجیکستان با جمهوری ازبکستان در زمینه اقدام‌های نجیبانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف گسترش می‌یابد. در این روند هیئت نمایندگان حکومت جمهوری ازبکستان به جمهوری تاجیکستان تشریف آورده نخست با ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق شهر باسانی پنجکند شناس گردیدند.
در زمینه سیاست موفق همگرایی با ممالک منطقه که حکومت جمهوری با راهنمایی پیشرو معظم ملت محترم امامعلی رحمان عملی می‌نماید و قراردادها با حکومت جمهوری ازبکستان، نمایندگان حکومت جمهوری همسایه در رأس مدیر بخش شورای وزیران، وزیر صنعت کهکاری و گیولوژی در هیئت معاون وزیر انرژتیکا، نمایندگان جمعیت‌های سهامی ازبکستان تیمیر اولری، اسکیمیا صنعت، دیگر کارخانه‌های عظیم صنعتی، سفیر جمهوری ازبکستان در جمهوری تاجیکستان از طریق پنجکند به جمهوری تشریف آوردند. در گذرگاه سرحدی سرز مهمانان را معاون یکم رئیس ولایت سوخت خالحیدر، رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق، معاونان وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو، سردار سراداره گیولوژی، نمایندگان کارخانه‌های استحصالی انگشت و کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان، ساکنان شهر با نان و نمک و موسیقی پذیرایی نمودند. گر bo'lsa ul vayrona ham do'st qadam qo'ymas ekan, vayrona dur koshona ham. Xush omaded mehmononi giromi, xush kelibsiz aziz mehmonlar. А то я вас познакомлю с нашей делегацией. Нормально, спасибо. اطلاع داده شد که این بازدید با مقصد آشنایی با فعالیت کارخانه‌های استحصالی مواد سوزشواری، مساعدت به گسترش راه‌های ارتباطی، رشد همکاری‌ها در بخش صنعتی کهکاری و راه و نقلیات در زمینه قراردادهای بین حکومتی صورت می‌گیرد. هیئت نمایندگان حکومت جمهوری ازبکستان در این سفر با فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدود دیان انگشت تاجیکستان در جمعیت دهاتی ماغیان، جمعیت دارای مسئولیت محدود دریا 2015 که در موضع شوربوته جمعیت دهاتی رودکی برای به طور صنعتی استحصال نمودن ذخیره‌های بزرگ انگشت منطقه کشتود، زوران کارهای آمادگی را براه مانده است. جمعیت دارای مسئولیت محدود سیاوش که به استحصال انگشت موضع ششقط مشغول است شناس شدند و ذخیره‌های انگشت در این موضع‌ها، انفراساختار آنها، امکانیت‌های همکاری در این سمت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه سفر مهمانان در منطقه دشت زرینرود جمعیت دهاتی اماندره که طبق پیش‌بینی‌ها یکی از پایگاه‌های راه آهن بولونغور پنجکند جایگیر خواهد شد آشنا شدند. بعد از شناسایی با طرح راه بنیادی آن برای رشد همکاری‌ها بین دو جمهوری همسایه و دوست، تجارت، تشکیل کارگاه‌های مشترک، برآمدن به بازار بیرونه، استفاده با ثمر ذخیره‌های عظیم معدنی قسم تاجیکستانی وادی زرافشان مهم ارزیابی شد. مهمانان همچنین آرامگاه سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس استاد ابی عبدالله رودکی در دهه 5 را نیز زیارت نموده از آن تأثیراتی نیک گرفتند. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با سفیر بریتانیای کبیر جناب تیموتی مارشال جونز ملاقات نموده. ضمن آن همکاری‌های دو کشور از جمله استفاده امکانیت‌های شهر باستانی پنجکند مورد صحبت و تبادل افکار قرار گرفت. در دوران استقلال جمهوری تاجیکستان در زمینه سیاست موفق خارجی حکومتی مملکت که با راهنمایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عملی کرده می شود. در جامعه جهانی همچون کشوری صلح آفر، تشبثکار و روی به رشد اعتراف شده، با صدها دولت رابطه‌های دیپلماتی و همکاری اقتصادی را به راه مانده است. در همین زمینه سفیر بریتانیای کبیر در جمهوری تاجیکستان جناب تیموتی مارشال جونز با مقصد آشنایی و بازدید به شهر پنجکند آمد و در مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند با رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق ملاقات برگزار نمود. سفیر بریتانیای کبیر از پذیرایی گرم و صمیمی در شهر پنجکند اظهار سپاس نموده افزود که زبان فارسی را می‌داند و از یادگاری‌های بی‌نظیر تاریخی و منظره‌های زیبای طبیعتی آن آگاهی دارد و همکاری‌های دولتش با تاجیکستان در سمت‌های گوناگون گسترش می‌یابد. در ملاقات
اوقات سمت‌های افضلیت‌ناک و امکانیت‌های راه‌اندازی همکاری با جانب بریتانیای کبیر از جمله در ساحه‌های کارکرد ذخیره‌های زیرزمینی، کشاورزی، سیاحت، رشد هنرمندی، معارف، اینفراستراکتور و لوجستیک بررسی شد. سفیر اظهار داشت که همکاری در این بخش‌ها در دایره همکاری‌های حسانه جمهوری تاجیکستان و بریتانیای کبیر مورد آموزش قرار داده خواهد شد. در دایره این سفر سفیر بریتانیای کبیر از آثارخانه‌ها، یادگاری‌های تاریخی و منطقه‌های سیاحی شهر بازدید می‌نماید. یکی از صحنه‌های فرخنده جمهوری تاجیکستان روز جوانان به شمار می‌رود. در شهر باسانی پنجکند با مناسبت روز جوانان تاجیکستان چاره‌بینی‌های گوناگون معرفتی و فرهنگی برگزار گردید. ما برای جوانان تاجیکستان تمام شرایط‌ها را فراهم آورده‌ایم و جوانان را می‌باید با درک بلند مسئولیت، هوشیاری زیرکی را از دست نداده پی آموزش علم و هنر باشند. قید نمودند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. همه ساله سنه 23 می در سرتاسر مملکت روز جوانان تاجیکستان با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده می‌شود. با این مناسبت در شهر پنجکند با مناسبت روز جوانان تاجیکستان جمع آمدی با شکوه تنتنوی در نزد میدان پرچم برگزار گردید. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق کل جوانان سربلند شهر و دهات پنجکند را با روز جوانان تاجیکستان تبریک نموده قید نمود که با هدایت و دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سیاست دولتی جوانان یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک فعالیت حکومت کشور شناخته شده جهت دستگیری و پشتیبانی نسل آینده ساز و قشر محوری جامعه توجه همیشگی ظاهر کرده می شود. از جمله قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان، کنسپسیا و استراتژی دولتی در سمت تطبیق سیاست دولتی جوانان در جامعه، قبول و عملی گردانی یک قطار برنامه‌های ساحوی دولتی، ملاقات‌های پیوسته و منتظم پیشرو معظم ملت با نمایندگان جوانان جمهوری، راه‌اندازی یک زمره هوسمندکنی‌ها از قبیل استیپندی‌های پرزیدنتی، جایزه به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوان، گرانت‌های حکومتی با مقصد دستگیری تشکیلات‌های جمعیتی کار با جوانان، بنیاد میدانچه‌های ورزشی مجهز و دیگر تدبیرها شهادت غمخوری‌های پیوسته دولت و حکومت نسبت به نسل جوان سعادتمند کشور میباشد. اقدام و دستگیری‌های پیوسته پیشرو معظم ملت بود که امروز جوانان ما با عزم و اراده قوی، علم و دانش و کسب و هنر می‌آموزند و به خاطر آبادی و پیشرفت کشور محبوبمان فعالانه سعی و تلاش می‌ورزند. در این راستا در زمینه از جانب پیشرو معظم ملت محترم امامعلی رحمان اعلان گردیدن 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف، آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطن عزیز من، علم فروغ معرفت و تاجیکان آینه تاریخ ملت، جلب جوانان به علم و از خودکنی تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر از وظیفه‌های مهم مسئولین به شما رفته. تطبیق پیگیرانه این هدف عامل اساسی رشد نیروی انسانی، شرط مهمترین پیشرفت استواری دولت و تقویت اقتدار اقتصادی آن میباشد. در پرتو هدایت‌های سرور دولت، جوانان شهر و دهات پنجکند در معرکه‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی با حس بلند مسئولیت شناسی، خودآگاهی و خودشناسی فعالانه شرکت می‌ورزند. بهار سال روان صدها نفر جوانان دیارمان اختیاراً به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان رفته برای ادای خدمت به مادر وطن کمر همت بستند. ورزشکاران ما در مسابقه‌های ولایتی جمهوریوی و بین المللی صاحب جای‌های افتخاری گردیدند و ما با جوانان جسور و دلیر خود افتخار می‌نماییم. در ادامه چاره‌بینی به یک قطار جوانان فعال شهر و دهات پنجکند سپاسنامه و تحفه‌های مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند تقدیم گردید. در جنبش چاره‌بینی از جانب بخش فرهنگ شهر پنجکند برنامه کنسرتی نمایش داده شد. گزارش صبرین اکرم و خیام جوریف، اسمت جان خالف و دلاور البرتیف.
بینندگان گرامی یادرس می‌شویم که شما برنامه اطلاعاتی پیغام را تماشا می‌کنید. ساکن شهر پنجکند نظیره موسویه چند روز پیش فرزند دویمش را که خدمت عسکری را سربلندانه اجرا نمود با افتخار پیشواز گرفت. ساکن شهر پنجکند نظیره موسویه یکی از مادران دلاوری می باشد که فرزند دویمش با امر دل خدمت عسکری را سربلندانه اجرا نمود. چند پیش فرزند دویم این مادر سفربای رحیموف از صف قوه‌های مسلح کشور رخصت شد و حالا به نزد مادر آمد و ضمن صحبت نظیره موسویه اظهار داشت که ما با شادروان همسرم محمدیار رحیموف فرزندانمون را در روحیه وطن دوستی تربیت نمودیم تا آنها مرز و بوم این کشور زیبای خویش را حمایت نمایند. فرزندانم 3 نفر رحیموف الیار رحیموف سفربای رحیموف مهرداد می باشند و آنها به نزدیکی 12 اپریل فرزند دویمم از خدمت مادر وطن با سری بلند خدمت مادر وطن را به اتمام رسانیده آمد. رحیموف الیار و رحیموف سفربای دو پسرم با خواهش خودشان هر دویشان با خواهش خودشان به خدمت مادر وطن رفتن. البته افتخار میکنم چون که وقتی که جنگ خانمانسوزی تاجیکستان بود و شوهر شادروان من در سال 1991-92 در وقت جنگ خانمانسوز مرغاب پامیر خدمت نموده بودند. وقتی که پدرشان خدمت کرد میتواند فرزندان آنها هم خدمت نماید. همه وقت شوهرم میگفت که وقتی که من خدمت کردم در اولادم در ذاتم خدمت نکرده انسان نیست، مردی که نیست که در اولاد ما خدمت نکرده باشد. من خدمت کردم باید بچه هم خدمت نماید. سفربای رحیموف فرزند دویمی نظیره موسویه ضمن صحبت با ما اظهار داشت که او در یکی از قسم‌های نظامی در شهر حصار خدمت مادر وطن را سربلندانه اجرا نمود و افتخار میکند که برای تاجیکستان عزیز همچون محافظ این قرض شهروندی را سربلندانه به پایان رسانید. در قسم نظامی شهر حصار قسم نظامی قشنهای سرحدی بود. با خواهش خودم صادقانه به وطن برای خدمت نمودن به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شدم و طول 2 سال خدمت را ادا نموده به شهر خودم برگشتم. از جهت خوراک پوشاک همه چیز تامین می‌شد. سربازانی که عین حال خدمت دارن یگان کمیته ندارن. از جوانان خواهش دارم که برای اقلا 2 سال برای بهر وطن خدمت نمودن جان خود را فدا نمایند. مثال روند به قشنهای سرحدی یا که وزارت مدافعه یا که یگان وزارت داخل نموده داخل شده خدمت وطن مادر را ادا کنم بیایم. این قرض است برای هر یک فرزند تاجیکستانی برای وطن خدمت نمودن. همزمان یکی از سربازانی که از خدمت مادر وطن به دیار برگشت ساکن جماعت دهات سرز سفر علی رستموف می باشد. او تاکید نمود که در ناحیه شهر توسی ولایت خزلان خدمت را با موفقیت با انجام رسانید. در قسم نظامی برای آنها تمام شرایط‌های موافق فراهم آورده شده بود. او از جوانان دعوت کرد که باید برای حفظ مرز و بوم تاجیکستان همیشه آماده باشد، زیرا محافظ وطن بودن این افتخار جوانمردی است. نظیره موسویه با ما اطلاع داد که فرزند سوم او رحیموف مهرداد در صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 71 شهر پنجکند تحصیل می نماید و او نیز چون برادرانش تصمیم گرفت است که پس از ختم تعلیمگاه حتما با صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گردیده وطن خویش را حمایت میکند. هست حالت‌هایی است که فرم‌های برادرانش را در تن میکند ببر میکند مثال وچه میزبات یا نه گفته خیلی با همین خیلی هوس کتی لباس اکاهایش را ببر میکند چون که حال خرد است. البته میرود نرود نمیشود چون که همه باید رویم چون که ما حمایت نکنیم باید کی حمایت میکند؟ شما حمایت نکنید وی حمایت نکند یا پسری من پسری برادرم پسری چی خواهرم حمایت نکند کی حمایت میکند؟ البته مثال باید که ما مصلحت کرده مثال فرزندان ما به همین روحیه وطن دوستی آماده سازیم. این اقدام وطن دوستانه نظیره موسویه
сазовори таҳсину офарин аст. агар дигар аст падару модарон бо чунин муносибат фарзандони хешро дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбият намоянд, онҳоро ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар бо як ифтихор гусел кунанд, мо метавонем барои ҳифзи марзу буми ватан ҳамеша омода бошем ва ҷавонони шаҳру диҳоти Панҷакент бояд ин иқдомро ҳаматарафа дастгирӣ ва пайравӣ намоянд. бинандагони гиромӣ, ҳоло бошад ба як эълон мутаваҷҷеҳ бошед. муроҷиатномаи шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании вилояти Суғд дар шаҳри Панҷакент оид ба оғози мавсими оббозӣ. ба огоҳии сокинони шаҳру деҳотии Панҷакент расонида мешавад ки бо баланд гардидани гармшавии ҳаво мавсими оббозӣ дар дарёҳо, кӯлҳо, обанборҳо ва обутобгоҳҳои шаҳру деҳот оғоз мекардад. таҳлилҳо нишон дод ки дар ин мавсим баъзе аз шаҳрвандон ва меҳмонон бо як амали хато худро аз зиндагӣ маҳрум ва наздикону пайвандонашонро ба мусибат гирифтор менамоянд. шаҳрвандон ва меҳмонони шаҳру деҳоти Панҷакент бо эҳтиром ва самимият ба ҳар як нафари шумо муроҷиат намуда хоҳиш менамоем ки дар муносибат бо об ҷиддӣ бошед, дар ҷойҳое ба оббозӣ машғул шавед ки бехатарии шумо таъмин бошад, худсарона дар ҷойҳои манъшуда ва барои оббозии хавфнок ба об надароед. пеш аз он ки бо мақсади оббозӣ ба соҳил меравед, андеша кунед ки то чӣ андоза шумо шиновар ҳастед. баъзеҳо аз рӯи ҳавову ҳавас асосан ҷавонону наврасон ҷойҳоеро интихоб мекунанд ки ҷараёни об тез аст ва оқибат худро тӯъмаи дарё месозанд. бинобар ин падарону модарон, роҳбарони муассисаҳои таълимиро зарур аст ки кӯдакон ва ҷавононро беназорат нагузоранд. оббозӣ ба саломатии инсон фоиданок мебошад ва агар ҷои оббозиро вобаста ба дараҷаи шиноварии худ интихоб намоем, пас мо бехатарии худро таъмин карда метавонем. дар дарё оббозӣ карда натавонистану ба об даромадан ин маънои бо ҳаёт бозӣ карданро дорад. ҳамзамон аз ронандагони воситаҳои шинокунӣ хоҳиш менамоем ки ҳангоми ҳаракат дар об аз воситаҳои бехатарӣ таъмин буда ҳудуди обиро нағз донанд. қоидаҳои техникии воситаҳои шинокуниро риоя намуда аз меъёр зиёд одам нашинонанд, чунки як хатогӣ бо фалокат анҷом ёфта метавонад. инчунин роҳбарони ширкатҳои сайёҳӣ, роҳбарони обутобгоҳҳо, фароғатгоҳҳо ва дигарон ки дар ҳудудашон мавзеъҳои оббозӣ мавҷуд аст, хоҳиш карда мешавад ки ҷиддӣ муносибат намоянд. аз ин хотир биёед дар муносибат бо об эҳтиёткориро пеша намоем ва бо ин роҳ ҳаёти худро дар хатар нагузорем. боварӣ дорем дар якҷоягӣ бо ҳисси масъулиятнокӣ ва маърифати баланди шаҳрдорӣ мавсими оббозиро беталафот ҷамъбаст менамоем. аз шумо хоҳиш менамоем ки ҳангоми шоҳид шудани ҳолатҳои ғарқшавӣ ба телефонҳои 5 27 35 93 880 28 71 92 702 85 38 92 836 23 33 92 020 04 17 ба нуқтаи навбатдории шӯъба занг занед. рақамҳои телефонро такрор мекунам: 5 27 35 93 880 28 71 92 702 85 38 92 836 23 33 92 020 04 17. тамошобинони арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.